Çek. چطوری جمهور؟ جان ماندجور بخیری؟ سگت تو رو بغل کردن؟ ما مریض شدیم. مریض شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب داریم خدمت همه دوستا و عزیزای مسافرین عزیزی که در هر کجا هستید. انشالله که گزارش میگیریم امروز از کاری مردمی منگور که در شهرهای دایکنی روزگان غزنی در منطقه منگور است و همه روزه برای شما گزارش گرفته میشه. دیگه هم معلومات سرک هم برای شما داده میشه دوستای عزیز که شما مردم فراموش نکنید. از دعای خیر خو انشالله از همکاری خو از راهنمایی خو از مشوره خو دیگه دوستا یک از مسئولین از سرک از موسیقیان منطقه که همیشه در سر سرک در کوتل هم دیده بودید در نام خانلی است که با خود داریم چیزی گفتنی از زبان خودش میشنید. سلام علیکم. سلام علیکم. خانزار خوب جان دور بخیر. سلامت باشی بخیر. سلامت بخیر هستی. بخیر باشی. چطور سر کارت بخیر؟ آره سر کار است نمیره. همون کوتل که صرف شده تا شده دیگه نمی کار ما ادامه داره تحصیل نکرده. نمیرم منتظر انجینر نظیر بودی. انجینر نظیر آمده خودش نقشه کرده. نمی نقشه شده کار کرده بری تا نقشه بعدی شده. آره نقشه بعدیش ایش تمام شد بعد نقشه بعدیش انجام شده. آره فعلا نقشه ای که این دفعه آمده چقدر نقشه کرده؟ 3 کیلومتر. 3 کیلومتر نقشه شده. نقشه جدید نو. آره نقشه جدید نو 3 کیلومتر. آره دیگه او سرک قبلی که گاه کار شده جواب نگفت دیگه. نه او کوتل ده نموشد سخت بود خیلی کل سربله بود با خاطر کوتل شی خرابی سرک امزو بود که کل سربله بود. آره بار کش نمیتونید. آره بسیار خوب دیگه یالی انشالله رو که تا چند وقت میتونید این سرک تکمیل کنید؟ ایره با امید خدا و کمک دوستا هم شوه ایره در تو 1.5 سال ما ایره باید تکمیل کنیم. در 1.5 سال دیگه انشالله تکمیل آره میشه. تکمیل میشه. آره به که امسال تا حال 9 ماه دیگه هم کار کردید. آره 9 ماه پیش کار کرده. 1.5 سال دیگه ما مد نظر گرفته که وصل کنیم تا در بازار نو. آره بسیار خوب دیگه فعلا این کوتل چقدر مانده؟ کوتل هم حدود یک خیلی زیاد مانده. کوتل خیلی مانده. سنگکاره دیگه همش کوکاره. آره بسیار خوب. کو. آره بسیار خوب تشکر. سلامت باشی موفق باشی.
خوبه لخت هم خوبه ای لخت همه چیز خوبه ای لخت نباشه دی کیسیر میکن بیره کوی نوستنگ بیرش بیرش گو این رقم مردم مروزه به سر کار است کار مونه دوستا کسایی که بیننده هستید انشالله از کمک های خود این مردم فراموش نکنید از راهنمایی خود از مشوره خود که مردم خیلی نیاز در بودجه داره یا اکثر هم سنگزار هستن نیاز به انفجار دارن نیاز در حتی این مردم جبل کافی نداره پول و قلم کافی نداره به اندازه کافی یک دانه قلم داره که در هر الحمدلله 160 نفر 170 نفر در سرکسان در کار دیگر 170 نفر 3 دانه قلم داره در 3 4 دانه قلم کارگران مختلف است دیگر انجینر نجر خودشم گفتم ما کوشش می‌کنیم که یک چند دانه قلم و پول برای از این مردم بیارم دیگر معلوم نیست دیگر خیلی کم بود وسایل برای مردم که وسایل نداره بودجه نداره همین سرنگ داغ میشه مردم در یک طرف میشه از با خاطر سرنگ ساحه کار دیگه سرنگ در اینجا انفجار در اینجا صورت میگیره دوستا در اینجا ساحه در اینجا انفجار صورت میگیره دوستا که خواستم شما هم در جریان باشید انشالله دیگه این مردم همی بودجه نداره خیلی چیز است مقصد این میره امروز یک دانه سرپل پیدا کرده یک متر کیل یک دانه انفجار در اینجا داده کار نکرده نیدشون بلک نکرد ایت کارت نکرده اوت کار نکرده لا خلاص كلام كبير جوانا اینجا یمرات داره ما جوانا نسو ورنا خدا
Başlar film bazarı o adamlar aşağına. چطوری کربلایی؟ شکر تو خوب سلام خوب جان دیجور بخیری؟ بخیری سلامتی بخیر خلاص کردی شکاف کردی؟ شکاف نشو سرپل نداشتی سرپلی کنه بود به که چیز بود کار نکرد کار نکرد؟ پس سرپل رفته که سرپل بیاره شکاف کنی آره بسیار خوب سرپل دارید فعلا؟ سرپل یک بود نمونجا تو خونه که گو کمم نوتراغه بود این سرپل پاک کنه آره بسیار خوب تشکر دوستان هم نزدیک در پشت دیوار است که کار فعلا جریان داره دیگه یعنی از جر تلفزیون شروع شد کار دیگه دینی فعلا کار در پشت دیوار است دیگه دینی ساحه هم پشت دیوار است که پشت سر از بازار میشه دیگه در اونجا هم کارگرا هست جریان داره یعنی ساحه از کس کلان سنگزار است سنگ است که یه قابل در جبل و کلنگ و بیل از چیزا نداره ولی مردم خیلی کوشش میکنه تا دال چی بگرده چیزی که در جبل و بیل و کلنگ میشه مردم میزنه دوستا دیگه چیزی که بمونه دیگه انشالله را که کدام خیر کمک کنه که تا یک اسکواتور بهار کرایه کنه که از سر کوتل منگور شه و خیر کار کرده بیه دیگه کسایی که بیننده هست دوستا از ویدیو نا نشر میشه انشالله را مرتب همه روزه اما دخل بدیم خواهی نفر جمع نفر بود این سرزه و زد کلمت قابل یعنی الله رد بیل در قبر کم کن مون گیرم نخورد و گونه کنم را بیدی مرا نگم خلاص پای خود تا کجا رو برو یم چطوری جمهور؟ جان من دجار بخیری؟ سگت تو رو بغل کردن؟ مریض شدم مریض شده؟ آفرین جور باش چطوری کربلی تو؟ خوبه دیگه بیا
ها این زی هم بلند کن بلند بیا بیا دوستان مردم این رقم دزی گیرو دزی هوای سرد کار میکنه که در اولی ویدیو تاریخ گفتم دیگه دینزی روزا دینزی روزها کار میکنه که کار از اولی کار در 22 نو دوستا که در 27 نو کار از جری تلخکزار شروع شده بود دیگه فعلا تا کار فعلا در جری گلی کدینه است که نزدیک 1000 متر 1200 متر کار شده دیگه فعلا کار تا بازار جریان داره کار باید مردم گروپ تقسیم شده در این روزا در اینجا رای موتور بسته شده فعلا مردم همهش در این ساحه کار میکنه که به خاطر راه واشنه به زودترین وقت دیگه بعد از انشالله این کار شد این دفعه نقشه ای که انجینر نجیر نو نقشه کرده کار در اونجا موره انشالله را دیگه این رقم سنگای شاخ هست یعنی ساحه‌اش هم خیلی سنگای کلان کلان هم برشته چطور آقای جواهری؟ خوبم خسته نباش. خوبی سلامتی جان دجور بخیری؟ چطور آقای جواهری کار؟ ای کار این رقمی خودتو میدونی دیگه و مردم از کجا رخنه کرده دیگه گاک سرگی موترای ریزه از این مرا پنالی که مردم مگه که امید داره که توربو بیا ماشینای سنگین بیا بار برنه دیگه اون زنجی از پشت رخنه کرده پنالی در روز میشه که کار میکنه یک تمام رخنه شده بالا کرده دیگه. چطور است پیشرفت کار؟ ای پیشرفت کار خوبه مردم کلو بسیج میاد دیگه چیزی کمبود وسایل و جبل و مرتول داره دیگه کار خوبه مردم کار مونه بسیار با شهامت کار مونه. آره چطور این روشه و همی در نیاز در انفجار از چیزا هم داره نداره نیاز در اسکاتر بیل؟ آره نه نیاز در انفجارات کو داره و مثلا بیل کو نمیه بیل الاکی وقتی هم نیست یا زمستان برف مقصد جای خاکاره کوی نداره گفته انجینر سید نجیر که اینا کمینگری همشی کیج سنگ دیگه خاکاره که نیه ولی خد جبل مبل کار موشه خد قلم ملم باید ولی خیلی سخت است. هم چیزی که کار شود چیزی که قابل کار نباشه مومنه دیگه. چیزی که قابل کار نباشه حالا ما از وقتی که کوتل تعطیل کردیم برف شد باز کار که آوردیم در پایین منطقه از سر که شروع کردیم 3 نقطه شی که همش سنگکاره از 3 نقطه که 300 متر میشه تا 3 جای اونا مانده دیگه با انجینر نجیر هم گفتیم که 3 نقطهش اونجا مانده که اوناش فقط روزا دراستر شوه تا ما برمه استخدام کنیم ولی اگه برمه استخدام کنیم برمه بگیریم روزا کوتاه از سر است خب کار پیش خونه مره روزا دراز شونه باز بارندگی شوه سنگا هم خوبتر میشه نرمتر میشه و انشاءالله ورا بعدا میخوایی که کار کنیم. آره بسیار خوب تشکر آقای جواهری. سلامت باشی تشکر. چای نوش جان تاله. این رقم سخت است دوستا میشه سنگ است دیگه. یعنی قسمتایش مردم کار کرده دیگه این قسمتایش هم منده که در مردم کار مونه دیگه مردمون خود جوش تیزی روز دنزی ساها کار مونه یا دوستا کسایی که بیننده هستید انشالله دیگه ویدیو نا پخش میشه انشالله را دیگه کسایی که کمک خونمونید در شارای دایکنده و رزگان غزنی دوستا در 2 نقطهش کار است فعلا کتل خود پای و منطقه منگور که مردم دنزی روزا خود جوش می کار میکنه انشالله کمک خونم مشخص کنید دیگه تا ویدیو دیگر شما در خدای بزرگ میسپارم خداحافظ جور موفق باشید.